Hey guys چطورین بچه ها؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. به چنل رونین خوش اومدین. امروز قراره معرفی یک گیم underrated رو داشته باشیم. البته underrated که تو ایران زیاد شناخته نشد و فکر کنم کل پلیرهای ایرانیش به 30 تا هم نرسه. بازی تو سبک موبایل و سال 2014 اگر اشتباه نکنم اسمایت یک منتشر شد برای پی سی و من از همون سالا شروع کردم به بازی کردن. تا الان حدوداً میتونم بگم شاید 1000 ساعت توش گیم پلی دارم از اسمایت یک تا الان، یعنی تا اسمایت دو. موبا هم که میدونین چه سبکیه دیگه، سبک بازیایی مثل موبایل لجندز یا دوتا دو. من قبلا دوتا دو هم پلی میدادم. بگذاریم بازی. خب موبا معمولا از حالت بالا نشون میده دیگه، انگار کل مپ رو داره بهت نشون میده یه جورایی، ولی این بازی تو حالت third personه، یعنی از پشت نشون میده کاراکتر تو. خب من یه چند دقیقه از اوایل بازی میذارم، یه 5-6 دقیقه هم از آخرای بازی که تایم ویدیو زیاد نشه. پس فعلا پاز میکنم تا استارت کنم دیگه، تا بازی رو استارت کنم. البته بگم من الان قراره یه مود نسبتا سخت بازی رو اجرا کنم، مود جوست که 3 به 3 پلی میشه، یعنی توی مپ کوچیک با یه تاور، یه فونیکس و یه تایتان بازی میکنیم. 3 به 3 هم پلی میدیم. نسبتا هرچی تعداد کمتر بشه خب قضیه سختتر میشه دیگه. کلا بازی موبا همین شکلیه. من فعلا پاز میکنم. خب همونطور که پیداست ما الان استارت بازی رو داریم. خب من اول شروع میکنم این جانگل ها رو میزنم، بعد بازی رو شروع میکنم، یعنی فایت رو شروع میکنم. آفرین، باریکلا باریکلا. بیا اینجا. تموش. به همین راحتی، به همین آسونی. خب وقتی که باید شاید سخت نیست چون این کرکتر So much for laying low. A new threshold. They can't handle us. Attack the fire giant. Get through this. Get through this. Attack the fire giant. Okay. A new threshold. Shut down. Double kill. I'm on their radar. Nice job. Thanks.